4 روزی رقابت‌های جودوکاران نورس و جوان در عرصه قروی ثابتگری آن شد که شهر دوشنبه دیگر باره از عهده میزبانی مسابقه نوبتی بین المللی با خوبی و سربلندی برآمده توانست. این هم جام آسیا میان نورسان و جوانان آیدی جودا بود که روزهای 20 تا 23 نوامبر در قصر تنیس و مجمع نمودهای ورزشی آبی دایر شد. بار نخست در شهر دوشنبه به واسطه با دستگیری رئیس شهر محترم رستم امالی جام آسیا بین نورسان و جوانان برگزار شده است. در این مسابقه زیاده از 520 ورزشگر اشتراک دارد. 6 دولت و باعث افتخار است که جمهوری تاجیکستان را 340 اشتراکچی در این مسابقه اشتراک میکنند. باعث افتخار است که امروز در جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه مسابقه جام آسیا در بین جوانان و نورسان گذشته ایستاده است. در مسابقه امروزه داوران از 6 دولت شرکت می‌ورزند و از جمهوری تاجیکستان باشد 19 داور در این مسابقه داوری می‌کند. مسابقه‌ای که با وجود رقابت‌های پرهیجان و تلاش‌های بی‌نظیر و مبارزه‌های شدید و زحمت‌های دلپذیر کل احساسات‌ها را در خود داشت. این اولین بار است که من در جام آسیا اشتراک می‌کنم و خوشبختانه جای سوم را گرفتم. از اینکه جای یکم را نگرفتم دل مانده نیستم. در آینده کوشش می‌کنم که جای اول را بگیرم. این هم تأثیرات صمیمیه بود که پس از پیروزی سنگین و جایزه‌گیری خاطرمان در میدان مبارزه‌های قروی زیر دست آمد، ولی کلین مسیر طی کرده مثال تلاش‌ها بهر برگزاری مسابقه راهی به پایان خود را داشت. در حالی که ورزشگران به سمت مکان برگزاری مسابقه قدم می‌زدند، هر نفر پیر و جوان به دستگیری پهلوانان جوان می‌شتافت. باعث افتخار است که امروز در شهر دوشنبه از سنه 20 تا 23 در پایتخت زمان شهر دوشنبه مسابقه جام آسیا بین نورسان و جوانان در مجمع ورزشی آبی مسابقه برگزار گردیده است. ما می‌خواهیم که در این مسابقه در شهر دوشنبه بسیارتر شود تا اینکه ما به مهمانان خدمت‌رسانی خوب در سطح عالی برآمونیم. ما امروز آمدیم به قصر تنیس آبی که پهلوانان تاجیکستان را دستگیری کنیم، چون که ما مخلصان فوتبال هستیم، همچون گوشتین هم دستگیری میکنیم. ما برای مخلصی پهلوانان تاجیک آمده که دست بالا شوند و دستگیری میکنیم. امروز ما به جام آسیا آیدی جودو آمدیم تا که سفر فرمان را دستگیری کنیم و امیدواریم و باوری داریم که او جای اول را میگیرد و همه کسا خوشحال از اینجا میرویم. امروز به همین قصر زیبایی که در اینجا قامت افراخته است آمدیم برای دستگیری جوانان این همین شهر دوشنبه و جمهوری تاجیکستان که ما این را یک مخلصی بهترین کنیم و نتیجه های خوب نویل گردن و همه وقت ما این را دستگیری میکنیم. در جایی که برآمد میکنیم ما با اینا هستیم، همه وقت در فکر و اندیشه اینا که جایهای اولین را صاحب شوند. در حالی که مخلصان هم برای طرفداری از چهره‌های محلی به سمت میدان مبارزه رهسپار می‌شدند، گروه تکنیکی تلویزیون حلقه صمیمانه مشغول کار بود. با قول یکی از تجربه دارترین کارمند تکنیکی تلویزیون عبدالقادر رجبوف، سطح آمادگی به چنین مسابقه ها فرصت های طولانی را طلب می کند. ما از نگاه تکنیکی نگاه کنیم، ما دو شد که در همینجا آمادگی برای سطح خوب گذراندن این چهاربینی ما در اینجا آمادگی داشتیم. همه مسابقه‌ای که در تاجیکستان می‌گذرد، چی در همین شهر دوشنبه، چی از بیرون، ما آمادگی می‌بینیم، میریم پس سر برامون میگذرانیمش.
در حالی که رقابت‌های مرحله مقدماتی جام آسیا میان نورسان الکی آغاز شده بودند و در ردیف همکاران دیگری ما روزنامه‌نگاران شبکه‌های تلویزیونی دیگر هم مشغول کار بودند، ما را اندک ضرور آمد که به کار مسئولان پس میدانی پهلوانی هم نظر افکنیم. قهرمانان پس پردگی این چهاربینی محتشم قاروی البته که با امید پیشنهاد نوارهای جالبتر و خوش‌صفت با مخلصان جدا در سرتاسر مملکت مدام دست به نوگانی ها میزنند و این نوبت نیز استثنا نشد. باری نخست ما از دستگاه‌های تکرار پخش‌کنی که داشتیم اونا را آوردیم برای شفافیت این چهاربینی و نزد داوران گذاشتیم تا این هم مثلا این کار رو میکردند. فدراسیون کامرای خودش داشت که مثلا هر یک پرتافت میدیدن و می‌آمدن، لیکن امروز برای اونی که همین چهاربینی شفاف باشد، مثلا یگان داور با یگان خطاگی راه نتیاد و دیگر ما مسئولیت داریم که هر یک پرتافتی که مثلا در دیر کدوم یک داوری که کمتر یک شک پیدا میشد همون رو من همین طور با قفا میگردونیم، سر میتیم و داورا همین دیده خلاصه انیق خودشون هم میبرورن. روند چنین کاری متشکلانه یک گروه بزرگ ایجادی و تکنیکی در یک جایگی محض به خاطر انعکاسی با صفت رقابت‌های میدانی برای کل تماشابینان طریق تلویزیون بوده، زمان فرارسی رقابت‌های فینالی مسئولیت باز هم بزرگتر میشد. ولی قبل از آغاز رقابت‌های مرحله فینالی روز یکم میان نورسان همگان را مراسم رسمی گشاده شوی جام آسیا میان نورسان و جوانان انتظار بود که طریق سینار خاصه خود در یک فضای تنتنوی دایر شد. پس از سخنان افتتاحی رهبریت شهرداری دوشنبه و مسئولان نهادهای ورزشی مملکت، حاضرین تالار یک ترانه زیبا و پرمضمون را هم شنیده توانستند. کشور زیبنده توی در همه دنیا، پیروزی تو هست زی دستان توانا، با عزم وطن خواهی و با زحمت پیش با، وصفی تو سرایم همه ای کعبه دلها. ما نسل جوانیم فرزند زمانیم، چون پیروی پیشوا و پیش روانیم. ما نسل جوانیم فرزند زمانیم، چون پیروی پیشوا و پیش روانیم. در فینال وزن تا 48 کیلو میان نورسان اگرچه شادمانی زرنگار اولش و حد و کنار را نداشت، ولی هموطنی ناکام شدهش هولکر خوشوقت و کلی اشک چشمان را در میدان دوشنبه ریخت. اما این دیگر مشکلی زرنگار نبود. در وزن 48 کیلوگرم قهرمان شدم. با این نتیجه نایل شدن آسان نبود. با استادم و پدر و مادرم رحمت میگویم. سرآغاز رقابت‌های نخستی مرحله فینالی روز اولی رقابت‌ها میان نورسان البته شماره نفران غم‌انگیز از نتیجه انفرادی در میان بچه‌های تاجیک هم بیشتر بود، ولی همزمان دخترکانی هم بودند که از جایزه دارشوی خویش سربلندانه قصه می‌کردند. امروز در وزن 44 کیلوگرم در جام آسیا سزاوار جای سوم گشتم. من می‌خواهم که در آینده جای‌های نمایان را اشغال کنم. پس از انجام یافتن رقابت‌ها بهر 2 مدال برنجی وزن تا 55 کیلو میان پسران، بالاخره فرصت رقابت فینالی هم فرا رسید. جایی که مربی شناخته کشور عزت خداییف در مقابل عظمت صابر ازبکستانی پسرش ابوبکر را به میدان آورد. این رقابت نهایت پرشدت برای پهلوانان و پرهیجان برای مخلصان محلی بالاخره با پیروزی ابوبکر خداییف خاتمه یافت. از این پیروزی پهلوان میزبان یک طرف را جان شادی بخشید و بهر جانبی دیگر اشک‌ریزی‌های پرعلم را به میان آورد. در مسابقه‌های آینده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم و مینت‌داری خود را به مخلصان میرسونم که خیلی من را دستگیری کرده. با دستگیری انواع من
پیروز شدم. برای من خیلی خوشبختانه است که این مسابقه که در سطح بلند یکمین بار در جمهوری تاجیکستان این مسابقه بین نورسان و بین جوانان گذاشته است. خیلی خرسند شدم در این مسابقه شاگرد من هم شاگرد هم فرزند که در اینجا چمپیون شد. ولی پس از چنین شادی به کنار ابوبکر پیوندان عضو دیگر عائله جدای کشور از میان بانوان دچار غمگینی و غفلت شدند. زحل جمعه و ریحانه رازق‌زاده پس از ناکامی در گرفتن نشان برنجی وزنی تا 52 کیلو میان دختران به زودی خوشنودی‌های پیشین را با گریه در چشمان ادامه دادند. ولی اشک‌ریزی‌های دلشکن این دو جودوکار نورسی تاجیک را مهارت والای مدینه قربانزاده در فینال وزن تا 52 کیلو به زودی پایان داد. مدینه چون درخشانترین جودوکار بانوی تاجیک در مسابقه‌های بین‌المللی توانست در فینال به زودی حریف ازبکستانیش دلبر نورالله را شکست دهد تا مخلصان محلی گشتین جودو هم در هدف مربیش مرتضی ناصیروف سر افتخار بالا نمایند. در جمهوری ما مسابقه‌های بین‌المللی گذرانده می‌شود و نورسان تاجیکستان همه هوسمند می‌گردند. من امروز در وزن 52 کیلوگرم تاجیکستان رو معرفی نموده چمپیون آسیا بودم. فینال با فکرم برای شما آسان پسر شد، بسیار در که فاوریتی از اول احساس می‌شد. بله خوب بود، قدم به قدم پیش رفتم که به اگه خطای دچار نشوم. ولی خوشبختانه فینال رو پیروز شدم. توی مربی را میشنوم که چگونه شاگرد به راه ظفر رسید، چه احساساتی دارد و آمادگی چگونه؟ خیلی احساساتی بلند است که این رو به گپ گفتن نمی‌شود. ما برای همه این مسابقه‌هایی که در سطح بین‌المللی برگزار می‌گردند و محترم پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسونیم و برای رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و به پرزیدنت فدراسیون جودوی کشور محترم اسماعیل محمدظاهر که برای ورزشکاران چنین مسابقه‌های بین‌المللی را در دولت ما تشکیل می‌کنند که شاگردان ما می‌توانند در چنین مسابقه‌های بین‌المللی برآمد کرده پرچم عزیزمان را در عرصه بین‌المللی بلند بردارند. یگانه مقصد ما همین است که پرچم عزیزمان در عرصه بین‌المللی همه وقت به بالا برداشته شود. در وزن 60 کیلوگرم میان پیسران باشد، هرچند که از میان پهلوانان تاجیک امکانی برآمدن به زینه سوم وجود داشت ولی پیروزی زیر دست نآمد. هرچند که دو زینه سوم را پهلوانان ازبک و قزاق مالک شدند ولی عنوان قهرمانی وزن تا 60 کیلو به کشوری قزاقستان رفت. مسابقه در شهر دوشنبه خیلی خوب گذشت. رقابت‌ها آسان نبودند ولی من از نتیجه نشان دادم خیلی قناعتمند هستم. اما از شادی پهلوان قزاق در راه قهرمانی چند فرصت‌های زیادی هم نگذشته بود که علاقه مخلصان تاجیک در منبرها دیگر باره شاهد قهرمانی پهلوانی دیگر کشور شدند. این مورد در فینال وزن تا 66 کیلو محمد اودیناشویف توانست که ضد حریف از ازبکستان ماکسیم کورچنی به طور باوری بخش پیروز شود و این حالت هم خوشنودی بزرگ مخلصان تالا را به میان آورد. من با هر 5 رقیب خوب مغلوب شدم و سزاوار جای اول شدم. من با این مسابقه خیلی میندارم و فخر میکنم. رقابت‌های کمتر مشکل بود اما ما پس سر کردیم. وقتونه در اینجا ورزشکار ما محمد اودیناشویف سزاوار مدال طلا گردید که این مدال طلا نه اینکه هم مدال طلا خودش و از تمام تاجیکستان است. روز اولی رقابت‌های آسیایی میان نورسان در زمین دوشنبه هم با قهرمانی محمد اودیناشویف و طبع بولیده هواداران محلی گشتین جودا پایان یافت ولی با الهامگیری از کامیابی چنین پرچم برداران وطنی شماره جوانان علاقه از روز آغاز دوم رقابت‌ها بیشتر گردید. در وقت تنفس میان رقابت‌ها ما فرصتی داشتیم تا با چند از این جوانان هم صحبت شویم. از این شدم که در جمهوری تاجیکستان چنین مسابقه‌ها بین جوانان می‌شود و امیدوارم که جوانان تاجیک نیز مثل دیروز جای‌های یکم دوم را سزاوار می‌شوند. مقصد از آمدن ما به اینجا مخلصی
тоҷикони худ ва ҳамон варзишгароне ки аз тамоми гӯшаи канори олам дар ин ҷо ҷамъ омаданд мухлисӣ намоем то ки бинем чӣ хел ҷавонмардони тоҷики мо парчамбардори кишвари худ мегарданд. ман 2 рӯз мешавад дар маҷмӯаи варзишӣ иштирок мекунам ва барои шербачаҳои тоҷик омадаем барои мухлисӣ кардан ва дирӯз шербачаҳои тоҷики мо 3 медали тилло гирифтанд ва имрӯз бошад бо боварӣ дорем ки медалҳои тилло ба даст меоранд. ҳамчунин фурсате пайдо шуд то оиди интизориҳои ситоди мураббиёни тими миллӣ коршиносони соҳа ва чеҳраҳои муваффақи нави варзиш маълумотеро сарҷамъ намоем. мусобиқа худ шоҳидӣ метиҳад ки варзишгарони навраси мо як рӯз пеш ки аз вазни 50-55, 60-66 ва бонувон гӯштин гирифтанд духтарон 3 медали тилло ба даст овардем, 2 аз бачаҳо ва 1 аз духтаро ва 1 медали нуқра ва 2 дига биринҷӣ. ва имрӯз хушбахтона боз дар чанд вазне ки ҳаст варзишгарони мо дар вохӯриҳои финалӣ иштирок мекунанд ва умедворем ки боз сазовори медали тилло мегардем. бачаҳо хеле гӯштинги беҳтарин нишон доданд. дирӯзам ки ҷавонон 3 медали тилло гирифт, кадетҳо 3 медали тилло гирифт, ирӯз ҳам бисёриҳо дар финал ҳастанд ва барои ҷои сеюм гӯштӣ мегиранд. хеле чизи баланд аст барои натиҷаи баланд аст барои бачаҳо. ҷавонони мо низ бисёр натиҷаҳои хуб ба даст овардагӣ ҳастанд. мо аз варзишгарон ёсин бобокалонов ки дар наврасон дар қаҳрамонии ҷаҳон сазовори медали биринҷӣ гаштааст боварӣ дорем ки паго ва умар шеров ки бисёр як маҳорати гӯштини хуб дорад. мо боварӣ дорем ки ин паҳлавонҳо парчами азизи моро дар рӯзи мусобиқоти ҷавонон баланд мебардоранд. рӯзи дуюми рақобатҳои марҳилаи финалӣ миёни наврасон барои паҳлавонони маҳаллӣ бо нокомиҳо поён ёфт, дар ҳоле ки Раҳмия Ханҷарбекова аз зумраи нафарони мағлуб шуда дар роҳи гирифтани медали биринҷӣ вазни то 57 кило миёни духтарон буд. ҳамаи ҷоизаҳои ифтихорӣ миёни духтарони наврас ба Ӯзбекистон рафтанд. Я очень рада, и эта победа я первое место благодарен своему тренеру и своим родителям, которые всегда поддерживают меня. Всем спасибо большое. замони рақобатҳои финалии вазни то 73 кило ҳамагон ба умеди қаҳрамонии паҳлавони тоҷик Саидчо Дорғаев буданд, вале ин паҳлавони навраси мо ба зуру тавони ҳарифаш аз Қазоқистон Асилбек Кошман тоб наоварда билохира зинаи дуввумро ишғол кард. ба ҳамаи ташкилкунандагон изҳори сипос мегӯям. мусобиқа дар сатҳи баланд гузашт. ба ҳамаи наздикони худ ва мураббиёнам изҳори сипос мегӯям. дар финал зидди варзишгари тоҷик осон набуд, аммо шукр ки натиҷаи хуб ба даст омад. вале фурсати интиқом барои тоҷикон албатта ки дар финали вазни то 81 килограмм фаро расид. барои шогирди мураббии Ризқиддин Раҷабов Суҳробҷон Камолов агарчи рақобати мушкиле зидди Амирхон Собиров ӯзбекистонӣ дар пеш буд, вале ӯ истодагарӣ карда тавонисту билохира бо рӯи сурху сари баланд аз майдон берун шуд. аз ҳама миннатдорам ва ки аз устозам устози ман Асанақул Маҳмудам миннатдор ҳастам ки то ҳаминҷо маро оварда расондааст. ҳар як финали ки мегузарад эҳсосот аст. барои кор кардан хатобиҳо иҷро кардан он чиз хатобиҳое ки буд инҷо ислоҳ кардан. ин кори ҳар як мураббӣ аст. ҳама эҳсосот дода мешавад, на фақат ин ки ҳама мухлисон эҳсосот. ин барои Тоҷикистон аст, ин барои море, барои миллати Тоҷикистон, барои ҷавонони Тоҷикистон, барои наврасон аст. яъне ки меҳнати ҳалол ҳамавақт меҳнати пурра самара метиҳад. тибқи нақшаи баргузории ҷоми Осиё оиди ҷудо 2 рӯзи рақобатҳои охирин миёни ҷавонон сурат гирифт. дар ҳоле ки паҳлавонони ҷавон дар майдон аз худ ҳунару маҳорат нишон медоданд, шумораи ихтиёриёни ҷавони хизматрасон берун аз майдон ҳам аз мадди назар дур намемонд.
یکی از اشتراکچی‌های این چهاربینی بوده. خیلی شاد از اشتراک خود هستم، زیرا توسط این گونه چهاربینی‌ها حس وطن‌دوستی خود را زیاد می‌گردانند. ما ولنتیران خیلی شاد از آن هستیم که به داوران، به اشتراک کنندگان و ورزشکاران خدمت می‌کنیم. طول 4 روز در این مسابقه جام آسیا اشتراک کرده هستم و من همچنین ولنتیر در قسمت وی برای قبول کردن و گسیل کردن مهمانان وی اشتراک می‌کنم. ولی در قیاس با 2 روز رقابت‌های نخست میانی نورسان، الکی وقتی مبارزه‌های میدانی میانی جوانان، گلدختران میدانزه ما خود را به مقام‌های افتخاری رسانیده توانستند. یکی از چنین نفران موفق مریم نظرова بود که در وزن تا 48 کیلو توانست مدال برنجی به گردن آویزد. خیلی کوشش کردم در این مسابقه جا گیرم، اما تونستم. من خیلی خرسند هستم. مشق کردن در کار، تمرین‌ها را بسیار کردن در کار. جالب‌ترین رقابت و از همه نبرد قابل توجه این فینال وزن تا 66 کیلو میان جوانان بود که یاسین باباکالانو و سنجر کنافین از قزاقستان را به هم آورد. یاسین با دستگیری‌های بامرامی مخلصان و تلاش‌های دوچند توانست که عنوان قهرمانی را مال خود کند. یک امکان دیگری مدالگیری طریق اصلاح اشتباهات در رقابت‌ها میان جوانان برای رحمیه خنجربکova پیش آمد که او نیز توانست در میان جوانان در وزن تا 57 کیلوگرم مدال برنجی را به دست آورد. این احساسات ها ورزشکاران میفهمم. من مدال خود را به معلم خود تیمور بچگان و پرویز خوشجلوف میرسونم که ما را به چنین مسابقه تیار کردن که من مدال برنجی را به دست آوردم. ایالوم کایرات قزاقستانی در فینال وزن تا 57 کیلوگرم ضد نماینده دسته بی‌طرف یا خود ورزشگر روسیه والریا نوسووا پیروزی به دست آوردن نتوانست و با چهره غمگین میدان را ترک نمود. В целом я довольна организацией соревнований, самим турниром, соперницами тоже, в принципе, все девочки были достойные. Очень полезно побороться на таких турнирах, потому что в обычной жизни мы редко встречаемся вот с представительницами Азии, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Вот сейчас удалось побороться с девочками. بنیامین نظیرов توانست که در فینال وزن تا 73 کیلو با پیروزی بر عبدالله عوریف از تاجیکستان عنوان قهرمانی را به دست آورد. غالبیت خود را به استادانم میبخشم. تشکر برای آنها که برای ما اینقدر تلاش میکشند. آخری فینالی با ورزشگری تاجیک بود. او خیلی خوب اشتراک کرد ولی من توانستم که با او غالب بیایم. پس از نتیجه گیری از سومین روز رقابت‌های جام آسیا، فرصت رقابت‌ها میان جوانان وزن‌های گران هم در روز چهارم فرا رسید. هر مخلص و نفر خردسال البته که در این رقابت پهلوانان محبوب خویش را دستگیری می‌نمود. طول 5 سال میشه در خدای عزت گشتین جودو مبارزه میبرم. من میخواهم از تاجیکستان بیرون برآمده پرچم خودم را بلند بردارم، نام و نشان تاجیکستان را بلند بردارم. این مسابقات خیلی به من مقبول شد. در اینجا خیلی پهلوانای خوب آلیده که پهلوانای تاجیک عبدالجلیل زاده ابوبکر و امینجان عبدالجلیل زاده. در ادامه رقابت‌ها محمد جان یوسفوف در رقابت بهره گرفتن مدال برنجی وزن تا 81 کیلوگرم میان جوانان توانست با پیروزی بر هموطنش اسکندر میرزا شریپوف دست بالا شود. شهرام محمد کریم ازبکستانی باشد نشان دیوم برنجی این وزن را پس از شکست دادن محمود جان حکومتوف به دست آورد. امروز در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر زیبای دوشنبه جام آسیا میان جوانان برگزار شد. من از هیئت ازبکستان در این مسابقه اشتراک کرده سزاوار مدال برنجی شدم. مسابقه را بسیار خوب تشکیل کرده بودند و همه مسئولین سپاس خود را می‌رسانم. قهرمان وزن تا 81 کیلو میان جوانان باشد ذکرالله شریپوف گردید که در فینال توانست بر امینجان عبدالجلیل زاده از تاجیکستان پیروزی به دست آورد. امروز من سزاوار جای اول گشتم. با همه که ما را دستگیری میکنم و مخلصی میکنم. همه سلامت باشید.
در وزن تا 90 کیلو همگان شاهد فینال تاجیکی شدند. مومینوف پنچر مقابل اردشیر حمزه به میدان آمد و این رقابت خیلی هم دور به دراز طول کشید. پنچر تنها در دقیقه 4 وقت طلایی عنوان قهرمان این وزن را مال خود کرد. در دو وزن بعدی وزن‌های تا 100 کیلوگرم و جمعی 100 کیلوگرم هرچند که مدال‌های برنجی را ورزشکاران تاجیک به دست آوردند ولی 2 مدال طلا این وزن به کشورهای قرقیزستان و ازبکستان رفت. در وزن تا 100 کیلوگرم داوود پالتوشوی قرقیز پیروز شده. اسدبک شیخ نظر ازبک در وزن جمعی 100 کیلوگرم عنوان قهرمانی را مال خود کرد. همین طریق طبق نتیجه های دستاوی این جوانان با 23 مدال 4 کیلو 6 نقره و 13 برنجی تاجیکستان در زینه اول قرار گرفته. ازبکستان و فدراسیون بین المللی جودو یا خود تیم روسیه دوم و سوم شدند. در میان نورسان باشد ازبکستان با 31 مدال 8 کیلو 12 نقره و 11 برنجی زینه اول گرفته. تاجیکستان با 15 مدال 3 کیلو 6 نقره و 6 برنجی در زینه دوم قرار گرفت. در عموم جام آسیایی دو جودو میان نورسان و جوانان با اشغال 2 زینه اول افتخاری دستاوی از جانب 2 کشور 42 مدال ازبکستان و زینه اول با 38 مدال تاجیکستان با اشغال زینه دوم جنبست گردید.